شما به پادساعتگرد گوش میدید. پادساعتگرد درباره بازی‌های رومیزی و آدم‌هایی که اونها رو دوست دارن. ما احسان و فرود میزبان شما هستیم تا درباره بازی‌هایی که بازی کردیم حرف بزنیم، تجربیات و نظر خودمون رو صرفاً به عنوان علاقه‌مندان این سرگرمی با شما به اشتراک بذاریم. پادساعتگرد تابع قوانین جمهوری اسلامی نیست و نخواهد بود و میخواد که سر به تنش هم نباشه. شماره 28. من فرود هستم و من هم احسان هستم. این شماره رو برای انتشار در روز چهارشنبه 27 دی 1402 خورشیدی آماده کردیم. ما این بار درباره بازی استانبول از رودیگر دورن گپ خواهیم زد. با ما همراه باشید. فرود، بازی جذابی که اخیراً بازی کرده باشی چی هست؟ بازی جذاب حقیقتشو بخوای این چند وقت کلی سی سالت اند پیپر بازی کردم. سی سالت اند پپر نه، سی سالت اند پیپر بازی کردم. یه بازی کوچولو موچولوی کارتی خیلی ساده، خیلی شانسیه، یعنی مثلا تقریبا میشه گفت فیلر توری، زمانش کوتاه و این حرفا. قوانین خیلی ساده هم داره، گیتوی خیلی ساده است، یه زمان تک دت و اینا داره و فقط هم آنلاین بازیش کردم. فردا تازه نسخه چیزم میرسه، یعنی سفارشش دادم، اکسپنشنشو گرفتم ولی خودش هنوز نرسیده. بازی از این بازی کوچولو کارتی چیز خیلی جذابه. یکی از اون هم آرت خیلی خوشگلی داره، یعنی اوریگامی و نمیدونم رنگای خیلی قشنگ و سیستم خیلی جذابی داره. بازی سریعیه و یه جور بیدینگ و بلاف و اینا هم توش هست که خب من خیلی دوست دارم اینو. یعنی در واقع بیدینگ نه به اون صورت، یعنی ممکنه بلاف کنی، مثلا یه دفعه بگی که من اینقدر امتیاز دارم بازی میکنم، بعد رقیبت ممکنه امتیاز از تو بزنه بالاتر، ضرر کنی یا کمتر باشه، سود کنی، هم چیزایی. بازی جالبیه. توی آرنا هم زیاد بازیش کردم چند وقت، اگه دوست داشتید بازی کنیم با هم دیگه. یادمه از خیلی وقت پیش میگفتی که دوست داری بگیریش و بازیش کنی و تجربه کنی و بالاخره حالا انجامش دادی. آره خیلی خیلی بازی جذابیه به نظرم. بازی میگم توی اندازه خودش جذابه. یه چیزی ما باید بگم خیلی پیش اومده که در موردش حرف زدیم، ولی وقتی داریم در مورد بازی حرف میزنیم توی زمینه خودش ببینیدش. بازی سی سالت اند پیپر بازیه که توی زمینه بازی کوچولوی کارتی سریع بازی خوبیه. مثلا اینو نباید با یه بازی مثل چه میدونم گایا پراجکت مقایسش بکنی. هم چیزی وقتی میگیم بازی خوب اینو در نظر داشته باشید که تو سبک خودش بازی خوبیه. آره این خیلی مهمه به نظر من. یعنی بازی‌ها رو خیلی هاشون رو با هم نمیشه مقایسه کرد و اصلا کار درست نیست. باید توی اون ظرف خودشون دید. قبل از اینکه بریم سراغ پرونده و موضوع اصلی این شماره، این توضیح رو من لازمه بدم که ما تو شماره‌های زیادی یه بخشی داشتیم با عنوان هاتنس که بازی‌های زیادی رو مثلا 10 تای اول، 50 تای اول بعضن در موردشون صحبت می‌کردیم و گپ می‌زدیم. حالا اونایی که تجربه کرده بودیم تجربیاتمون رو میگفتیم، اونایی که دوست داشتیم بازی بکنیم و نام میبردیم یا در مورد یه سری بازی‌ها توضیح میدادیم که خب توی این مدت بر اساس چیزی که ما مشاهده کردیم هاتنس لختی که داشته باعث شده بازی‌های جدید خب کمتر بیان. ما تصمیم گرفتیم که در مورد این تعداد بازی صحبت نکنیم، فقط تو هر شماره یا حالا شماره‌هایی که لازم باشه بازی‌هایی که از نظرمون جذاب هستن یا به چشممون اومدن رو نام خواهیم برد و حالا در موردشون گپ میزنیم. این شماره هم می‌خوایم همین کارو بکنیم و فرود اگه چیزی برات جذاب بوده تو هاتنس بگو. بازی که برام جذاب بوده تو هاتنس این دفعه بازی The Fox Experiment. The Fox Experiment بازی محصول 2023 است. یه بازی 1-4 نفر از جف فریزر و الیزابت هارگریو. الیزابت هارگریو طراح وینگسپنه و البته بازی دیگهش ماریپوساست و حالا چند تا یه بازی دیگه هم در حال حاضر داره طراحی میکنه در مورد قارچ و این حرفاست، ولی اسمشو نمیدونم، یادم رفته. من حس خوبی نسبت به بازی وینگسپن اوکی بودم باش، ولی مایکروسافت اصلا دوست نداشتم. یعنی به نظرم بازی واقعا نیمه پز بود، خام بود کاملا. یعنی اصلا واقعا حس می‌کردم این بازی چرا منتشر کردن و حس می‌کردم که خب بازیش خوب نیست. این بازی رو دیدم و ازش خوشم اومده، ولی نمیدونم، حالا احتمال داره که ببینم میتونم یه پیداش بکنم بازیش بکنم. اینجوریه که شما روباها رو با هم، در واقع روباهایی که تجربه‌ای بوده که داشتن سعی می‌کردن روباها رو
اهلی سازی کنن. بعد میرفتن روباهایی که با آدما خیلی میونه خوبی داشتن رو پیدا میکردن، اونا رو با هم دیگه جفت مینداختن و مثلا بچه‌هاشون امیدشون به این بوده که خب با آدما رابطه بهتری داشته باشن. حالا جالبی این بازی، اون چیزی که تو این بازی به من جالبه اینه که شما مثلا روباه دو تا روباه پدر مادر رو با هم جفت میکنی، بچه درست میشه، حالا عکسش به کنار، اسم اون رو انتخاب میکنی، استاتش هم یعنی چیزای کارت روش مینویسی و اون بچه میره تو بازی و شما بقیه ممکنه اون روباهی که شما استفاده کردید یعنی روباهی که شما درست کردید و چیزاشو نوشتید رو استفاده بکنن. این به نظرم خیلی چیز جالبیه، یعنی به نظرم خیلی جذابش میکنه برای من. یعنی نمیدونم حالا چقدر در عمل خوب از آب در بیاد، ولی خب به نظرم ایده باحالیه. این تیکش که خوب گفتی خیلی بامزه بود در مورد این بچه روباها که میاد تو بازی. ولی یه چیزی هم چند وقت پیش توی اینستاگرام وایرال شده بود، فکر کنم خیلی یادش بیفتن. باشه منه فتش بشم منه قلبش بشم منه باشه خودمه باشه ممنش باشه برایش باشه منه. من ندیدمش، الان تو گفتی قبل از اینو من باید ببینم ولی ندیدمش، باید ببینم چیه، برام بفرست ببینم چیه داستان. آره حتما. ولی خب بریم از اینستاگرام پاشیم بریم استانبول. میخوام این شماره در مورد بازی استانبول حرف بزنیم. بازی استانبولی بازی 2 تا 5 نفره است، 40 تا 60 دقیقه طول میکشه و سنش رو گفتن 10 سال و بالا و 2.58 از 5 در حال حاضر سختیش، 7.5 هم امتیازشه در حال حاضر و رنک اوورالش هم 163، توی استراتژی 137 و فامیلی 25. طراحش رودیگر دورنه و آرتیستش اندریاس ریش، هانس جورج شنایدر هم چیزی و پگاسوس اشپیل منتشرش کرده. این بازی جایزه اشپیل سیارگس سال 2014 رو برده و خب یه نکته خیلی باحالم در موردش بگم، هیچ ربطی به چیز نداره که اینا البته توی ویدیو شاتابان سیت داون من دیدم یه چند وقت پیش. توی این بازی 84 تا مرد توی بازی به تصویر کشیده شدن، ولی حتی یه زن هم وجود نداره. اونم یه جورایی فرضیه‌شون اینه که خب احتمالاً تو استانبول اصلا زنی زندگی نمی‌کنه و کلا همشون مرد. خیلی چیز عجیبیه واقعا و تو بازی قشنگ حس میشه هیچ زنانگی تو بازی نیست. به نظر من احمقانه است، یعنی وقتی حالا مثلا یه دونه آدم باشه یا 2 تا باشه اوکی، حالا مرد بکشش، یا 3 تا باشه مرد بکشش، ولی وقتی و حالا در مورد یه منطقه خاصه میتونی بگی اوکی رنگا چیز، ولی وقتی مثلا 80 خورده اونا نشسته بودن شمردنش و اگه 80 خورده مرد هست و یه زن نیست، به نظرم یه جای کار میلنگه. یعنی یه جای کار که نه، قطعا میلنگه. بله، داستان بازی از این قراره که بازرگان هایی هستن، یه سری آقای بازرگان بله هستن. یک سری مرد آلفای خاورمیانه‌ای بازرگان هست که اینا با دستیاراشون یا شاگرداشون بهتر بگم، آقایون شاگردشون بله دی شوخی رو ادامه نمیدم برو. تو استانبول اینا هر کدومشون دارن تلاش میکنن که اولین کسی باشن که یک کلکسیون یاقوت سرخ جمع میکنن. این کلکسیون رو تکمیل باید بکنن. هر کس زودتر این کار رو بکنه بازی تموم میشه و همونم برنده میشه. زمین بازی به این شکلی که یه زمین 40 تکه که نه 16 تکه است، 4x4 و این تکه ها ترتیباشو میشه جابجا کرد. حالا یه پیشنهادی هست که مثلا اینجوری بچینید، ولی خب میشه هر جوری که دلمون بخواد بچینیم. بعد هر بازیکن یه سری دیسک داره، یه سری دیسک چوبی داره، یکیشون یه حاجیه، عکس یه نفری هم روش هست که در واقع همون بازیکن است و این حاجی ها هر کدوم 4 تا نوچه هم دارن و یه فامیل خلافکاری هم دارن اینا که تو بازی هست و اولش توی زندانه، تو اداره پلیس، اینا باید برن آزادش کنن و حالا یه کارایی میکنه. بعد اینا هر کدومشون یه جایی دارن، یعنی هر بازیکن، هر پلیر یه بوردی داره که مثلا یه گاریه که منابع بازی رو اون تو نگهداری میکنن و حالا انبار که نمیشه با اون گاری شاید بهتر باشه، قابل ارتقام هست، اولش جاش کمه بعد میشه زیادش کرد و
دوتا تاس و اینا هم هست که یه جایی بعضی وقتا میرن با این تاسا قمار میکنن و باشه کار دیگه هم میکنن. حالا تیکه هایی که تو بازی هست روی گیم بورد، مثلا دربار سلطان، مسجد هست، مسجد جامع، چایخونه هست، همون زندان و اداره پلیس، بازار، انبار، میدون اصلی شهری که بازی از اونجا شروع میشه و اینها شروع میکنن بازیکن‌ها توی این محوطه ها حرکت کردن با یه مکانیزمی که حاجی با نوچه هاش را میفته میره، تو هر نوبت 2 تا کار میتونه انجام بده. 1 باید حرکت بکنه، یعنی نمیتونه همون جایی که هست وایسه. 2 اکشن اون جایی که هست رو انجام بده. بعضی وقتا یه اکشن های در واقع بونس اکشن وجود داره که جایزشه میتونه انجام بده، میتونه انجام نده. و اینجوریه که حاجی با نوچه‌هاش حرکت میکنه تا 2 تا خونه میتونه پیش بره و زبدری هم نمیتونه حرکت بکنه، یعنی یا باید بالا پایین بره یا چپ راست. بعد تو هر کدوم از این خونه ها که اراده کرد میتونه بیسته و باید یکی از نوچه ها رو اونجا بذاره و اون نوچهه در واقع اونجا کار رو انجام میده و همونجا هم میمونه. یعنی حاجی اگر به حرکتش ادامه بده اون نوچه همونجا میمونه تا اینکه برگرده اونجا و دوباره نوچه رو با خودش دست نوچه رو بگیره ببره، یا اینکه برگرده میدون اصلی شهر طی یک مسیری و همه نوچه ها رو صدا بزنه بگه آقا بیاید دوباره کار داریم و میخوایم بریم سراغ زندگیمون. اینا میرن اکشن‌های مختلف انجام میدن، منابع میگیرن، خرید و فروش میکنن، پول در میارن، قمار میکنن و بعد حالا با پول، با منابع و چیزهای مختلف میرن از جاهایی که هست این یاقوتای سرخ رو جمع آوری میکنن. مثلا از دربار سلطان میتونن برن یاقوت بگیرن، در ازاش باید منابع بدن، یا برن از حالا جواهر فروشیه یا طرف دلاله میتونن برن بهش پول بدن یاقوت بگیرن. یه جایی هست که یه تایلای کوچیکیه، اگر اونا رو بگیرن یا گاریشون رو ارتقا بدن باز دوباره از این یاقوتای سرخ میگیرن و طبیعتا هر کس که یاقوتای سرخش رو بچینه و اون کلکسیونش تکمیل بشه بازی تمام میشه و برنده میشه. این بازی پایه است و دیگه خیلی توضیح پیچیده‌ای هم نداره. این بازی انقدر از سال 2014 تا الان فکر میکنم نسخه هایش که فروش رفته زیاد بوده که توی بورد گیم گیک که 31,000 نفر اصلا بهش امتیاز دادن و امتیازش 7.5 از 10 و دیگه همین. یه جایزه هم برده، کنار شپیل دس یاقس 2014 رو هم برده، به جز اون جایزه‌های دیگه هم برده. من این یه نسخه بیگ باکس از استانبول دارم و هنوز بازش نکردم و بازی نکردم چون فرود داره و ما هر وقت رفتیم اونجا اگه خواستیم بازی کنیم با نسخه فرود بازی کردیم. این رو گرفتم که اگر مهمان اومد بازیه که توی حتی امتیازش توی رده بندی خانواده رده 25 رو داره و بازیه که خیلی پیچیده نیست، یعنی دوره هم میشه بازی کرد و خوش بگذره. اینجوری نیست که آدما حوصله‌شون سر بره یا خیلی پیچیده باشه ندونن چی کار بکنن. سر راسته تقریبا. البته شما با الی بازیش کردی دیگه، نکردی؟ آخ. اگه با الی بازی کردی اصلا خوش نمیگذره، یعنی قشنگ لهت میکنه نمیدونم و بخیال شد. ببین توی لیگ دیگه ایه آخه ما اصلا تقریبا خودمون یه بازی میکنیم میره یه بازی میکنه و خب میدونیم ما یعنی برنده رو میخو الی که برنده است ما بریم بازیمون رو بکنیم. نمیدونم حالا داستان این بازی اینجوری. استانبول 2 تا اکسپنشن هم داره، یکی موکاو بکشیش محصول سال 2015 و یکی لترز اند سیلز محصول 2016 که توی بیگ باکسش جفتشون هست، یعنی وقتی شما بیگ باکس رو بخرید این 2 تا اکسپنشن هست. اکسپنشن موکاو بکشیش یه ریسورس جدید معرفی میکنه، 4 یعنی در واقع همونجوری که اصلا گفت 4x4 بردتون در واقع میشه 16 تا، اینجاش میکنه 4x5 میشه 20 تا، یعنی در واقع یه ارزش میشه 5 تا، 4 تا میشه 20 تا، این لازم 5 تا خونه 4 تا خونه جدید به بازی اضافه میشه که یکیشون اینجوریه که مثلا بهتون قهوه میده، یکیشون اینجوریه که شما میدید اونجا و مثلا قهوه رو میدید و جم میگیرید، دقیقا مثل همونایی که مثلا سکه میدادید جم میگرفتید یا چیز میدادید دیگه میگرفتید یا ریسورس میدادید جم میگرفتید. یکیش هم هست که اجازه میده با قهوه سری کارا بکنید، مثلا یه دیواری بذارید جلوی یه نفر که حالا این دفعه من سعی کردم جلوی الی رو بگیرم ولی موفق نشدم بازم، ولی اون دیواره رو گذاشتم ولی بازم برد. و نکته اینجاست که این و یه نوع کارت جدید هم اضافه کرده به بازی، چون حالت عادی کارتی داره، حالا گاهی وقتا میتونید بونوس کارت میتونید بگیریدش
با یه اسماگلری با معامله کنید، کارت بدید یا این چیزا. یه سری کارت جدید گیلد هم اضافه کرد که خیلی قدرتمنده. مثلا این گیلد کارتا رو بخواید اجرا بکنید کلا نوبتتون از دست میدید، یعنی یا گیلد کارت بازی میکنید یا نوبت خودتون رو میدید، ولی قدرتش خیلی زیاده. یعنی مثلا شما میگه اوکی برو با نصف قیمت فعلی از سلطان، از اون چیز سلطان مثلا یا 5 تا ریسورس بده یه الماس بگیر، یا برو از چیز سلطان با نصف قیمت یه چیز بگیر، یا از قهوه که مثلا از 6 تا شروع میشه با نصف قیمت قهوه یه دونه. خیلی چیزای جالبی داره. یه سری گیلد کارت بهش اضافه میکنه و حالا یه ریسورس جدید که ریسورس جدید قهوه است که گفتم. دومیش لترز اند سیل یه سری مکانیزم جدید اضافه میکنه بهش، ولی خب یکم متفاوته. مثلا به شما یه سری تایل میده که پشتش یه شماره خونه است. شما هر خونه‌ای که داریم یه شماره داره و چیدیمش، اونم 4 تا دیگه اضافه میکنه که میتونید مثلا اونم 16 تا رو میکنه 20 تا. اگه بخواید با موکا و بکشیش قاطیش بکنید، یه تایل پنجم، یه تایل دیگه هم هست که کاتاکومپ، یعنی مثل منجنیق از سوراخ سنبه‌های زیر استانبول شما رو به هر جا شما برید اونجا میتونید برید خودتون برسونید به هر جایی که دلتون میخواد. یعنی در واقع چون خیلی بورد بزرگ میشه 5x5 میشه، اینا دو تا رو میتونید با هم استفاده بکنید. 4 تا از این 4 تا از اون. یک کمین چیز است که گریت بازار بهش میگن، یعنی اکسپنشن بازار بزرگ میشه. تقریبا ترکیب این دو تا 25 تایی خیلی بزرگ میشه و این حرفا. بعد یه سری لترز اند سیلز که یه سری تایلش روشون یه شماره زده، یعنی در واقع شما شماره‌اش رو نمیبینید، یه جایی میرید از اونها برمی‌دارید، بعد حتی دو تا بعد پشتشون یه حالت سیل داره. اگه بتونید برسونید خودتون به اون جایی که در واقع اون شماره پشتش، حالا اگه از آدماتون اونجا باشه خودتون برید اونجا، برش میگردونید، یه سیلش میشه 2 تا سیل. بعد معمولا 2 تا 3 تا سیل میدی، یه نوبت دیگه بازی میکنی، یه سری چیزای دیگه داره، یه سری در واقع سیلر دومی یه ریسورس یه جای دیگه استفاده میکنی، و اینکه 2 نوبت بازی میکنی هم خیلی مهمه. کلا من حقیقتش لترز اند سیلش رو انقدر دوست ندارم، ولی موکا و بکشیشش به نظرم چیز باحالیه، یعنی اکسپنشن باحالیه. معمولا اگه بخوام انتخاب بکنم کدوم اکسپنشن رو بیارم تو بازی و نخوام مثلا 2 تاشو بیارم، چون بستگی داره با کی بازی بکنیم، مثلا این نفر جدید باشه ترجیح میدم که با بیسش بازی بکنم، ولی اون انتخابی که من دارم موکا و بکشیشه. لترز اند سیلزش هم اوکیه، ولی باز میگم اون یکی بهتره به نظر من. توی بازی استراتژی مختلفی رو شما میتونید برید برای مثلا بردن، چون در حالت عادی اینجوریه که 5 تا جم جمع کنی میبری. البته اگه 2 نفره باشه 6 تا، اگه اکسپنشن هم بیاری باز میشه 6 تا، یعنی اکسپنشن اضافه کنی و 6 تا جمع کنی که ببری. داستانش اینجوریه که مثلا همین جمع کردن جما راههای مختلفی وجود داره. مثلا یه راهش اینه که شما برید تو پیش قمارخونه 2 تا تاس میریزی، بعد قبل اینکه بریزی میگی چند میخوای، مثلا میگی 4 میخوام، مثلا 7 میخوام. اگه از 7 کمتر بشه 2 تا سکه میگیری، ولی اگه 7 و بالاتر بشه 7 تا همون 7 تا سکه رو میگیری. یعنی هرچی بالاتر بخونی ممکنه بیشتر بگیری. قمارخونه است دیگه. حالا بعد از اون طرف یه تایلی وجود داره مثلا به شما اجازه میده که هر یه دونه تاساتون رو تبدیل کنید به 4. یا یه جایی میرید مثلا یه ریسورس 4 نوع ریسورس ما رنگشون رو میگیم، حالا چیز قرمز و زرد و سبز و آبی. فکر کنم سبز، حالا رنگاش تو ذهنم نمیاد، ولی آبی از همه گرونتره. ولی مثلا اون ستای دیگه رو شما میتونید به یه جا پرش بکنید گاریتونه، ولی آبی رو باید برید مثلا تبدیل بکنید یا چیز کنید. یا بازار داره میری محصولات رو میفروشی و پولش میکنی، میری از سلطان مثلا جم میخری، یا مثلا محصول میگیری میری به محصولا میدی. یعنی که مثلا این سری با قهوه که باشه، قهوه هم میتونه به عنوان استراتژی برنده بشه نگاه بکنید. نکتهش اینجاست که کلی راه هست برای گرفتن این جم ها و جذابه این قضیه که چیزه. بازی خیلی بازیه مثلا اینجوری نیست که شما بگید اوکی من این بازی رو که بازی کنم دیگه هیچ بازی دیگه به چشمم نیاد، ولی بازیه که تکرار پذیری خیلی بالایی داره. یعنی بر اساس اینکه بردش چجوری چیده بشه، اینکه اون راه اصلی رو درست پیدا بکنی و مسیر رو پیدا بکنی و یه روش برنده رو تو این برد پیدا بکنی خیلی جذابه. یعنی که مثلا نگاه کنی خب اوکی این دوتا کجا شاید با هم فاصله دارن. مثلا یه جا ممکنه قمارخونه دقیقاً کنار چیز باشه، شما میری قمار میکنی، یه پول میدی الماس جم میگیری، میری قمار میکنی. مثلا اینجا این اتفاق افتاده بود برای ما و من یه دیوار گذاشتم وسطش که کسی نره. یعنی بکشیش میگه موکا و بکشیش یه دیوارم داره که میتونم فقط خودم میتونستم رد شم. و این نکتهش اینجاست که یعنی در واقع توی اینجا بگردی و اون روش، یعنی یه روش همیشه جواب نمیده. اینشو خیلی دوست دارم که هر دفعه یه روش جدید میتونی بدی، ولی در نهایت این بازی از اون بازی است که خیلی بژه، یعنی خیلی خشکه. همونجوری که گفتی بازی مرد تمام
یه بازی خشک چیز هم هست. تو ایران هم چاپ شده چندین نوبت. بعد یه نسخه تاسی هم داره که من در مورد اون حرف نمیزنم چون من اون رو بازی نکردم حقیقتشو بخواید. ولی به نظرم این بازی یکی از اون بازیاییه که این خشک بودنش فقط تنها دلیلیه که من گاهی وقت دوست ندارم بازیش بکنم. یعنی فقط تنها دلیلش اینه که تمش خیلی اصلا تم نداره. یعنی شما فقط میری از اینجا یه چیز برمی‌داری اونور. حالا چرا یه جایش مثلا میری اون فامیلتون توی پلیس استیشن میری، در واقع اونجا میری پلیس استیشن آزادش میکنی، یه جوری میری مثلا سیویل گرو میذاری اون آزاد میشه میره برای توی کاری انجام میده، بعد یه نفر دیگه میره میفروشتش دوباره برمیگرده تو چیز. این اینتراکشن های خیلی باحالی هم داره. یعنی مثلا شما همین که میری اون چیز اون فامیلتون رو میفرستی یه جا و یه نفر میفرستادش برمیگردش به جای دیگه. یا مثلا همین که حرکتی سیستم حرکتش رو خیلی دوست دارم. یعنی دیسک شما میری جلو اون نوچه‌هاتو میذاری و بعد میری جلوتر و وقتی برگردی هم دوباره میتونی ورش داری اون اکشن رو بزنی. ولی که مثلا خیلی یعنی جذابش میکنه که بعد مسیر رو تکرار کنی برگردی. ولی نکتهش اینجاست که وقتی یه مسیر رو میری دیگه تا یه مدتی واقعا نمیخوای بری اونجا. یعنی مثلا وقتی رفتی یه چیزی رو ماکسیمم کردی، مثلا فرض کن ریسورس زردتو ماکسیمم کردی، یا نوچه‌تو گذاشتی و رفتی یا دور برمیگردی. یعنی کلا اینکه چجوری بهینه کنی حرکتاتو، چجوری چیز کنی اون وسط بچرخی بری و مثلا خودتو برسونی به یه جایی که بیشترین استفاده رو قبل از اینکه اون بری تو اون فاونتین اون میدون اصلی شهر و همه رو جمع بکنی و بهینه ترین حالت رو پیدا بکنی. و اینکه تو این برد فعلی با این چینش فعلی که مثلا فرض کن 3 کنار اینه 2 کنار اونه، تو بینش چینش رندوم یکی دو تا قانون هست بهتون میگه مثلا 2 تا تایل نباید کنار هم باشه توی صفحه 17 دفترچه. من فقط یادم خود قانون یادم نیست، میدونم صفحه 17 دفترچه شما میید اونجا برای سوم میچینید، فقط اونها رو باید جابجا کنید. نباید مثلا فانتین باید اون در مرکز نباید تو حاشیه باشه، باید حتما توی تایل وسطی باشه این وقتی دارید رندوم میچینیدش. حالا یکی دیگه هم قانونم داره 2 تا تایل باید با فاصله 3 تا از هم باشه. فکر می‌کنم گیت بازار رو یه چیز دیگه اگه یادم باشه، درست یادم نیست. ولی در حالت کلی این چینش‌های رندومی که وجود داره و این اتفاقات رندوم خیلی بازی جذاب میکنه. من تنها مشکلم باهاش اینه که خیلی تمش خشکه. یکی از چیزایی که برای من جذاب بود توی همین مکانیزمای بازی اون تیکه ایشه که اگر حاجیمون وارد یه قطعه‌ای بشه، وارد یه بخشی بشه که یکی دیگه هست، یه حاجی دیگه ای هست، باید یه پولی به اون بده و وگرنه نمیتونه اصلا بره اونجا اون اکشن رو انجام بده. فکر کنم باید 2 تا سکه بهش بده و خب اینم باز بامزه است دیگه. یکی اونجا هست آقا اینجا قلمرو ما، اینجا واسماس، شما اومدی اینجا یه پولی باید به ما بدی. و باز هم این نکتهش که این حاجیه باید حتما یه نوچه‌ای رو اونجا یا سوار کنه یا پیاده کنه که بتونه اکشن رو انجام بده. اینم برای من جالبه که خود حاجیه به تنهایی کاری نیست و باید حتما اینها رو مدیریت بکنه که مسیرهایی رو بره که یا سوارشون بکنه یا پیادهشون بکنه. اون نکته پولم که گفتم باید به حاجیه دیگه بده در مورد میدون اصلی شهر صدق نمیکنه. اونجا جا برای همه هست، کسی به کسی پول نمیده. البته نکته اینجاست که شما میتونید به یه جایی که حاجی دیگه باشه و پول ندید ولی اومدی اکشن رو نمیتونید انجام بدید. یک دوم این که وقتی هم که نوچه ندارید میتونید حرکت کنید ولی بازم اکشن رو انجام نمیدید. یعنی اینجوری نیست که فلج بشید. یک گیری که من با استانبول لترز اند سیلز داشتم الان یادم اومد، یه دونه مهره جدید میاد تو بازی، یه دونه چون بورد خیلی بزرگ میشه و سخت میشه و این حرفا که اون یه دونه میتونه حرکت بکنه. ولی نکته اینجاست که اون مهره مستطیلیه، در واقع مکعب مستطیل مربع کشیده. چرا گفتم مربع کشیده؟ مکعب مستطیل مشخصی چیه دیگه. و شما اون یه دونه سعدی هم رو اون کشیده، یعنی اون عکس روش این عکس یاد سعدی میندازه، عکس حاجیای روی مهره هم این سعدیه انگار. ولی این اون که میاد تو بازی یه دونه میتونه حرکت بکنه. مشکلم اتفاقا ما گفتم من لترز اند سیلز رو دوست ندارم، کمتر دوست دارم بابت اینه که اون یارو هم میاد تو. یعنی در واقع این مکانیزم جذاب حرکت این حاجی که این اون نوچه‌هاشو باید بذاره و اینا، یعنی اکثرا تمرکز میکنن رو اون دیگه، اونو میچرخونن و به نظرم خیلی این جذاب این مکانیزمه که باید به یه تعدادی میتونی بری جلو و باید برگردی یا باید بری و چیز کنی. یکی از اون مکانیزمایی که من کم دیدم که حالا که مثلا اینجوری شما رو مجبور بکنه یه کاری رو تکرار بکنی در صورتی که خیلی وقتا نمیخوای اون کار رو تکرار بکنی، یا اینکه بری یه پنالتی بدی مثلا بری وسط جمعش بکنی.
و این اضافه لترنس سیلز رو که گفتم اون چیز هست رو واقعا دوست ندارم و میگم یکی مکانیزم مورد علاقه من از تو این بازی از بین میبره. نکته دیگه ای که من لازم میدونم بگم اینه که به شخص بازی هایی که مسابقه هستن، یعنی مکانیزم ریس توشون هست، رو دوست ندارم، اما استانبول این مکانیزم رو داره. حاجی نداری دوست نداری، چرا میگی؟ ببین موقع بازیش اذیت میشم چون باید بقیه رو اذیت کنم. حاجی تو مسابقه دوست نداری؟ تمام بازیایی که تو بازی میکنی مسابقه هست، دانفورس، هیت، نمیدونم هر چی بازی دوست داری بازی مسابقه، چرا فکر مسابقه دوست نداری؟ ببین بار خورده، چه میگن، مجبورم، میدونی. آره ولی خب این استانبول جز اون بازی مسابقه‌ای هایی است که من دوست دارم، یعنی مسابقهش اذیتم نمیکنه و خیلی با کسی کاری نداری دیگه، هر کی میره کار خوشش میکنه. البته که اینو بگم چون مهمه توی این بازی، بعضی از این جاهایی که شما میتونید برید ازشون یاقوت سرخا رو بگیرید، تقریبا همشون، البته نه بعضیشون، هر چی که زمان میگذره و افرادی میرن این یاقوتا رو میگیرن، دیگه گرفتن یاقوت بعدی سخت‌تر و سخت‌تر میشه. مثلا اولش شما 4 تا منبع باید بدی، بعدش مثلا 5 تا، بعد 6 تا میشه. منابع ارزشمندتریه، یا اون جایی که باید پول بدی همچنین، یا اون جایی که باید تایل برداری که از این یاقوتا بگیری، تایل ها گرفتنشون سخت میشه. یعنی روند بازی اینجوریه که هرچی زمان میگذره گرفتن یاقوت ها سخت و سخت‌تر میشه. ممکنه مثلا اول بازی یکی بره 3 تا یاقوت بگیره، ولی واقعا تا آخر بازی تا بیاد 2 تای دیگر رو بگیره بیچاره بشه، یعنی بقیه کاملا ممکن ازش جلو بزنن. اینجوری هم نیست که یکی یهو بره همه رو درو بکنه، بجز الی. آره اون استثناست، اول اون میره بعد بقیه. آره آره اینو هرچی باید میگم اینجورایی. من یکی از دلایلی که زیاد دوست ندارم این بازی کنم همش میوازم توش دیگه، چه بازی کنم دیگه. حالا یه سری بازی هم آدم باید ببازه دیگه. در نهایت همونطور که گفتم یه بازی جذابه. البته یه چیزی رو من میتونم بگم که خیلی از بازی ها هستن وقتی مثلا یه سری تو ایران منتشر میشن یه سری نظرهای خیلی عجیب غریبی در موردش من میشنوم و خیلی ها مثلا بد بودن کیفیت کامپوننت این چیز رو بازی نسبت میدن، یا خیلی وقتا مثلا ترجمه بد رو به بازی نسبت میدن. این بازی واقعا خوبه، یعنی بازی گیتوی مناسبه. اگه شما این بازی بخواد با دیگران بازیش بکنید که خیلی هم سخت نباشه، راحت بشه بازیش کرد، بشه آموزشش داد، یه بازی خوبه و فکر میکنم با اسمای مختلف تو ایران منتشر شده باشه. اسم استانبول احتمالاً، حالا شاید هم اسمای دیگه هم داشته باشه، من هیچ ایده‌ای ندارم و هیچ دسترسی به چیزی هم ندارم که بدونم کجاست، چون اینا رو معمولاً توی بورد گیم لیگ هم ثبت نمی‌کنن چون کپی غیر قانونیه دیگه. ولی در حالت کلی یکی از اون بازیایی که اگه به عنوان بازی گیتوی دنبال بازی گیتوی هستی که تو برای خودتون بازی بکنید و لذت ببرید ازش و خب به اندازه کافی هم چالش داشته باشه، اینجوری نباشه که مثلا خب برای بازی گیتوی هیچ انتخابی نداری و راههای مختلفی وجود داشته باشه برای بردن و همه این راهها رو ببینن. یعنی اینجوری نباشه که تو ببینی، یعنی با دفعه اول بازی میکنی شاید نفهمی خب این همه راه هست، یکیشو میری و دفعه دوم میبینی اگه این دفعه میتونم اینوری برم، میبینی مثلا دفعه اول یه نفر یه جور دیگه برده، دفعه دوم تو اون سعی میکنی اون مسیر ببری، بعد دفعه سوم میری یه جای دیگه، دفعه چهارم میتونی ترکیب کنی این کارا رو. به نظر من بازیه که گذشته از تم خشک و بیروحش و اون رنگ بژ و خسته کنندهش که حالا اون یه مشکلی هست که اگه با این تما مشکل دارید اصلا یه بحث دیگه است. بازیه که بس لحاظ مکانیکی واقعا جا افتاده است و واقعا لذت خواهید برد ازش. اینجا ما صحبت از استانبول و یه سری بازرگان و بازار و این چیزا کردیم. جا داره من یادی بکنم از بازی تبریز، چون خیلی حس و حالش من یاد اون میندازه که هنوز این بازی البته نیومده و اون هم در مورد بازار تبریز و فرش و اینها. امیدوارم به زودی به دستمون برسه. این یه کمپینی بود که در واقع جمع سپاری بود، ما اینو بکش کردیم، حالا طراحش و اینا رو هم بارها نامشو بردیم آقای رندی فلین. و ناخودآگاه من وقتی اسم استانبول میاد یاد تبریز هم میافتم، اصلا مستقل از بازی. خیلی هم شباهت داره ظاهرا، حالا باید ببینیم چقدر شباهتش بسازه. حالا نکته این استانبولی که ما داریم نسخه آلمانی انگلیسیه
و یه طرف تایلا آلمانی، یه طرفشون انگلیسی. البته در عمل دیگه هیچ نیازی نداره چون اسمشون فقط هست، ولی خب اکشنشون خیلی واضح به صورت متن روشه و شما یه بار ببینی میفهمی. یه بار که یاد بگیری دفعه دوم دیگه اصلا نیاز نداری اسم چیزو بخونی یا به دفترچه مراجعه کنی معمولا. ولی نسخه تبریز باحالیش به اینه که یه طرفش فارسیه، یعنی فارسی و انگلیسی اصل بازیه. این برام خیلی جذابه، یعنی دوست دارم این بازی کنم که اورجینال باشه و فارسی یه جورایی. البته بازی ایرانی هم هستن، نه اینجوری هم نمیشه گفت بی‌انصافی، مثلا بلاد و بازی دیگه مثل نمیدونم شیمیاگران. حالا با اینکه نمیگم بازی بدی ان، ولی بازی خیلی چیزی هم نیستن، ولی بازم بازی فارسی برای من همیشه حس خوب تری دارن، برخلاف خیلی‌ها که میگن فقط بازی انگلیسی. بازی فارسی رو خیلی بود، اگه بازی خوبی بودن بازی فارسی بود واقعا دوست داشتم فارسی یاد بگیرمش. واردا، شیمیاگران، حالا اینا. تبریز طراحیش هنوز نهایی نشده اونجور که من اطلاع دارم، طراحی گرافیکش منظورمه، بازی خب طراحی شده. اون طرح اولیه‌ای که من ازش دیدم در آخرین اخباری که منتشر شده بود ازش، روی جعبش هم اسمش رو به انگلیسی که نوشتن فارسی هم نوشتن. اصلا همین که من اسم تبریز رو به فارسی در یک بازی اوریجینال چاپ شده در خارج از ایران میبینم برام لذت بخشه و همین خیلی حال میده. این شماره هم به پایان رسید. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. تا شماره بعد بازی کنید، خیلی بازی کنید.